در این ویدیو از لحظات جذاب و درگیری بین شرکت کننده ها و عادی سازی توهین سارا با توضیحاتش در این مورد و رفتار زشت چند تا از شرکت کننده ها و برخورد صریح آزاده با سارا و برنامه بچه های سیزن های قبلی که بازدید 2 میلیونی رو در 5 دقیقه به دست آوردن رو صحبت میکنیم. لطفاً سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من باشید. خب اول از همه بریم سراغ استوری مهناز جان. مهناز جان یک استوری گذاشتن و گفتن شرایط سلامتی خوبی نداشتن، اما بچه ها و دوستانش در زن روز و طرفدارانشون و دخترشون لیانا دوباره بهشون این قدرت رو داده که بتونن این برنامه رو ادامه بدن. ما هم براشون آرزوی سلامتی داریم. کانسپت امروز هم استایل در زمستان بود. بریم سراغ پربحث ترین های امروز. از لالین شروع میکنیم با کانسپت نامزد پسر آلپاچینو که اصلا جالب نبود و نمرات پایینی از داورها و شرکت کننده ها دریافت کرد. و اما ملیکا به محض ورود درگیری لفظی با سارا داشتند و بسیار از طرز صحبت ناشایست سارا شاکی بود و با برخورد پدرام در این مورد و گاردگیری این دو شرکت کننده نسبت به هم صحبت شد و در ادامه آزاده با سارا صحبت کرد و گفت اصلا صحبت جالبی نکرد. سارا هم مثل همیشه در دفاع از حرفش شروع به توجیه کرد که انباری حرف بدی نیست و نگفتم که از آشغالی آورده. آزاده هم صحبت سارا رو نپذیرفت و گفت طرز بیانت ابداً جالب نبود و حتی برداشت من هم از حرفت کاملا مثل برداشت ملیکا بود. طرز بیانت زننده بود و حس جالبی نگرفتم و اصلا جای هیچ توجیهی نداره. استایل ملیکا که اصلا جالب نبود، اما یکی نیست به سارا بگه باشه ملیکا انباری پوش، اما حق اینو نداری با لحنت و طرز نگاهت بخوای به شخص دیگه توهین کنی. این رو از روانشناسی بدنی و حالت میمیک صورتت کاملا میشه تشخیص داد که به تحقیر داری صحبت میکنی. سارا جان این برخوردها فقط تو رو منفورتر میکنه نه جذاب. در مورد لوک نسترن هم که مثل همیشه تناسب خاصی نداره. فقط نمیدونم چرا اینجا کثیفی کفش نسترن به چشم سارا نیومد و لحن صحبتش با نسترن کاملا متفاوت بود. از اینها که بگذریم، لوک پگا واقعا جذاب و نمره کامل از داورها و نمرات بالایی از شرکت کننده ها دریافت کرد و واقعا استایل و ترکیب رنگ و کوالیتی عالی داشت. لوک سارینا هم که باز ایرادات بسیار زیادی داشت، اما با توهین نامحسوس نسترن هم در این تایم مواجه شدیم که درگیری لفظی کوتاهی بین سارینا و نسترن رخ داد. نسترن با حرکتی که موقع نمره دادن انجام داد توهین واضحی کرد. مهناز جان هم گفتن نسترن جان ما برای نمره دادن بین 1 تا 5 رو داریم، نمره 0 اصلا نداریم. نسترن که زحمت پاک کردن 0 رو نداده بود، نصف 0 رو پاک کرد و گفت اینم از 1 و نسترن به سارینا گفت من در نمره دادن به توهین نکردم. سارینا هم گفت در حدی نیستی که بتونی توهین کنی. توی این سیزن انگار بچه ها اومدن فقط به هم توهین کنن و از این طریق خودشون رو نشون بدن به جای اینکه روی استایل و هنرشون تمرکز کنن. امیدوارم یکم به خودتون بیایید و همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشید و توی این مسیر به همدیگه کمک کنید نه تخریب. در مورد استایل نیکو، پدرام برای پروژه عکس برداری خیلی لوکش رو پسندید و گفت عکس های جالب و زیبایی از لوکت میشه داشت، اما وقتی در مورد روزمره بخواد استفاده بشه اون موقع یکم برام عجیب میشه. بسیار نازک است و زیر این تور فقط شورت و سوتین داری. نیکو هم گفت خز روش خیلی گرمه و چون خیلی گرمایی هستم زمستون هم اینجوری میپوشم. فرناز هم عنوان کرد من عاشق روحیه سرکش تو هستم، میری یک جا و اونجا رو میگیری دستت و تمام توجه ها رو به خودت جلب میکنی و اینو خیلی دوست دارم. آزاده هم خیلی از نیکو تعریف کرد و بسیار لوکش رو دوست داشت، فقط یک ایراد گرفت، اون هم بافت پایین ساق پاش بود. در انتها مهناز جان نمرات رو اعلام کردن و پگاه با نمره 34 جایگاه اول رو به دست آورد و لالین با نمره 17 در آخرین جایگاه قرار گرفت که لالین در لحظات پایانی شو با ناراحتی استیج رو ترک کرد و در کنار بقیه نموند.
کانسپت بعدی برنامه پانک اعلام شد و طبق آنچه که در تیزر میبینیم باید منتظر باشیم ببینیم در قسمت بعدی نمره 10 جذاب داورها به چه کسی تعلق میگیره و در لوک دیگه که لالین در قسمت بعدی ارائه میده نمره 10 رو از پدرام دریافت کرد. پدرام هم بهش گفت تو واقعا روح پانک رو آوردی روی صحنه و مورد تشویق داورها قرار گرفت. اینجور که مشخصه نیکو هم مجدد مورد توجه قرار گرفته. نسترن هم با لوکش مجدد خارج از کانسپت است و جالب اینجاست میگه عصبانیم و اعتراض دارم و یک ویدیوی کوتاه از نسترن رو با هم میبینیم. انتقادهای بیجا دوست ندارم، پرحرفی دوست ندارم، دفاع بیجا دوست ندارم، فایتر بودن دوست ندارم، حاشیه دوست ندارم. نمیدونم چرا اینقدر حس فیک بودن بهم میده. شما هم همین حس رو دارین؟ خب مثل اینکه 4 تا از دخترهای فصل 1 و 2 با هم یک برنامه راجع به زن روز ترتیب دادن که رامونا نوشت توی 5 دقیقه اول 2,400,000 نفر بازدید داشتن. به غیر از این موضوع مثل اینکه درگیری شینا و بانی هنوز هم ادامه داره. برنامه زن روز فصل 2 تموم شده، هنوز استوری میذاره میگه پایین. آقا تموم شد این برنامه، ولم کن بابا، پیک می ولم کن. چرا ول نمی‌کنی؟ بنده خدا انقدر مردم رفتن بهش هیت دادن، فکر می‌کنم من با پیج فیکم میام توی پیجش مثلا براش کامنت بد میذارم. به خدا به جون مامانم که من اصلا نه پیج تو رو بلدم، نه یک بار اومدم توی مثلا پیجت، نه با اکانت خودم، نه با اکانت پیج فیک مثلا بخوام بیام واسط کامنت بد بذارم. چرا نمی‌خوای قبول کنی که شخصیت بده این داستان مثلا تو بودی اونجا؟ خب مردم دیدن دیگه، واقعا دیدن، قضاوت کردن. اومدی تن دادی به سناریوی فیک، با تیم زن روز همکاری کردی، بعدم مردم اومدن هیتت کردن، مثل سگ کوچه همه رو گرفتی تو برنامه، بعد الان بهت برخورده که مردم اومدن به فوش میدن، هیتت کردن، بعد دشمن فرضی ساختی واسه خودت، میگی مثلا این اون فلانی با پیج فیک میان مثلا فوش میدن. واقعا نکن بابا، زشته. چی مصرف میکنی؟ خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من بودید. خوشحال میشم جهت بهبود محتوا نظراتتون رو برام بنویسید و با سابسکرایب کردن و لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید.